سلام رفقا، چطورید؟ من هستم توی به یه ویدیو جدید خوش اومدید. امروز می‌خوایم با هم دیگه بریم تو توییتر فارسی و کلی توییت‌های فارسی و باحال رو با هم دیگه بخونیم بدون هیچ معطلی. بریم سراغ ادامه ویدیو، ولی یادتون نره که حتما دکمه لایک رو بزنید وسطای ویدیو، کامنت بذارید وسطای ویدیو و اگه چنل سابسکرایب نکردی حتما چنل سابسکرایب کن و اون زنگوله هم بزن که هر موقع ویدیو میذارم با خبر باشی. بریم با هم دیگه توییت‌های فارسی رو بخونیم. برو بریم. ایشون یارا ابراهیم هستن، مجری شبکه خبر تلویزیون سوریه. جدی؟ من میخوام برم سوریه. من باید برم سوریه. برادران و خواهران سوریه ما نیاز به کمک ما دارن. باید برم سوریه اونجا کمکشون کنم. واقعا این مجریشونه؟ باورم نمیشه. ابراهیم چه یارایی داره. لامصب. بچه‌ها کسی خبر داره اخبار سوریه ساعت چند پخش میشه؟ برای مریض میخوام. یکی بگه تو کامنت ها اگه ساعت چند پخش میشه. دیگه خودتون بفهمید دیگه این چیه. دوست داشتم. عوضش ما هم حسین بای رو داریم. واقعا این ظلمه. تو جنگ چجوری به خودشون رسیدن؟ راست میگه اونجا جنگه. همیشه هم جنگه. چجوری به خودشون میرسن؟ سرچ گوگل من راههای مهاجرت به سوریه. داداش راه نمیخواد، مهاجرت هم نمیخواد، همینجوری برو آزادی. دیشب از هتل اومدم بیرون که نون تازه بگیرم. تو راه برگشت یه دختر و پسر با هم دعواشون شده بود. جالب بود برام. پسر عصبی گفت چرا تو باهاش میرفتی بیرون؟ دختره گفت به خدا فقط 3 بار باهاش بیرون رفتم. چون؟ ولی همش به یاد تو بودم. بعد جفتشون زدن زیر گریه، همون بغل کردن و لب گرفتن. شت. حالا منشنا. به خدا اگه اروپا اینجور باشه والله. چرا بهش دادی؟ به خدا فقط 2 بار بهش دادم. اون لحظه فقط تو رو تصور میکردم. دیگه اینجوری بود دیگه. چرا از هتل باید بیای بیرون بری نون تازه بگیری؟ چرا آدم اونجا نباید آرامش داشته باشه؟ مگه قرار نبود هتل آخر آرامش باشه؟ راست میگه. تو هتل بودی مثلا به قول خودت. بعد با غذا بیارن. دیگه رفتی زندگی کنی دیگه. نگفت به اون از ته دل نمیدادم. ترسیدم اگه زیاد وایستم منم قاطی ماجرا کنن. چرا همون نون نذاری تو سرشون؟ کامنت ها. وقتی دوست پسر پولدار داری ولی عاشق قیافه یکی میشی. دقیقاً همینه. شاید اون پسر پولدار بوده نمیخواست از دستش بده. ولی قیافه نداشته، با یکی دیگه قیافه داشته دوست شده بود. اینجوریه. ولی شت چه جمله منطقی کننده بود. 3 بار فقط باهاش بیرون رفتم. وقتی که هم باهاش بیرون رفتم فقط تصوراتم تو بودی. به تو فکر میکردم. کفش رو نگاه کن. آدیداس و پوما و نایکی و من حاجی مطمئنی اصل دیگه فروشنده؟ آره بابا خیالت راحت. وقتی دوستم شب خونه ماست و دوست پسرش بهم پیام میده زینب همه زندگیم پیشته، مراقبش باش لطفا. وای. دوست دخترش رفته خونه دوستش، به دوست دخترش پیام داده که زینب، اسمش زینب بوده، زینب همه زندگیم پیشته، مراقبش باش لطفا. زینب میگه چشم رو چشم. گربه اومده به زینب پیشنهاد بده. بعد تو اون تایم فهمیده دوست دخترش پیش زینبه، اومده ببیچونه. آدم زرنگ به این میگن. چه بازی‌ها. ببخشید چه رمانتیک بازی‌ها. شیطون. عکس رو رفته زینب دوستش. الان این زینب این دوستش. زینب همه زندگی می پیشیتی مراقبش بیشی. اینجا بگیم زینب همه زندگی می پیشیتی مراقبش بیشی. خونتون تو خط مقدمه. راست میگه. چرا باید مراقبش باشه وقتی شب خونه‌شونه؟ دیگه چیکار میخواد بکنه؟ فقط بدم میاد سول بازی‌ها والله. این عکس رو گذاشته دختره، نوشته که برام رانی خرید بخورمش. نه خودتون چی فکر میکنید؟ الان بقیه کامنت ها چی هن؟ عجیب. آخه ما رانی میخریم میکنیم تو کن. الله اکبر. برات رانی خرید که بخوریش یا رانی رو بخوری؟ جمله دو پهلوه. اگه زرنگ باشین فهمیدین. ای شیطنا فهمیدین. آره اولی برام رانی خرید بخورمش. مگه قرار بود چیکارش کنی؟ مگه جز خوردن رانی کار دیگه هم میشه باهاش کرد؟
حتما میشه کاری کرد. در جریانن دوستان، میشه کاری باهاش کرد. آره برام رانی خریدی که بخورمش. رانی رو دیگه. هر کی بگه اسم این مکان چیه یعنی رو من کراشه. بچه شما هم تو کامنت بنویسید هر کی بگه اسم این مکان چیه رو من کراش داره. بریم منشنا بخونیم. الله اکبر. گرز میلاد، برج میلاد، 33 پل راست، حمام گنجلی خان. عجب برج میلاد زیبایی پسرم، کراش قشنگم، بیا بغلم جون. این مثلا کراش. همچین رفیقی داری؟ سلام آقا محسن، من همسر علیم. زنگ زده آمار بگیر. علی 2 ساعت دیر کرده، میخواستم ببینم پیش شماست. آها الان داره خونه شما نماز میخونه. دمش گرم. دم اون رفیقایی که هوای رفیقاشونو دارن. شنبه تولد دعوت شدم. فکر میکنید تولد کیه؟ اگه دوستم مهمونی گرفته. بریم منشنا رو بخونیم. حتما اینجوری براش تیپ زده. من دیگه نمیتونم ادامه بدم. کاش میگفتی دوست سگم. کیک فوت میکنه یعنی؟ مگه کیک رو فوت میکنن؟ لابد سگ هم براش روز مادر گرفت. یه سال مهمونا رو کی انتخاب میکنه؟ سگ یا صاحبش؟ ازدواج فامیلی، وقتی با دختر فامیل ازدواج میکنی. اوه راست میگه. شبیه هم دیگه. نباید اینطوری میشد. دعا میکنم دوست دخترم از هر چی آدم لاشی دور باشه. با خودم کات کرده. خدا چقدر خوبه این. فهمیدید چی شد؟ آدم لاشی خودمون پسره بود که دعا کرد دیگه کات کرد باش. ماجراهای من و مامانم. مامان ماست کجاست؟ در کابینت رو باز کن همونجاست. دقیقا این یعنی چی؟ این چه آدرس دادنیه؟ در کمد رو باز کن، در کابینت رو باز کن همونجاست. اینجا که چیزی نیست. دقیقا ما چیزی نمیبینیم. چیزی نیست، واقعا نیست. مادرای عزیز اونایی که دارن ویدیو رو میبینن، واقعا در کابینت در کمد رو باز میکنیم میگید همونجاست. اونجا چیزی نیست. واقعا اون چیزی که میخوایم نیست. چیزی که من میبینم، چیزی که مامانم میاد با هم میبینه. انگار معجزه میشه. واقعا نمیدونم چیه اصلا. داستان یه قانونی اصلا کلا. فقط هم مامانا میتونن بیان ببینن، ما نمیبینیم. کوریم. اونایی که تو باشگاه هر حرکتی میزنی ازت ایراد میگیرن، دوست دارم اینو بکن. ای خدا. نه راست میگه، خوشم میاد. کار به کار بقیه داری، ورزش تو بکن، تمرین تو بکن. اول عکس دیدم فکر کردم طرف نه 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 نه. فکر بد نکنیم، شاید لیز خورده رفته. آره شاید دوست داشته تمرینات پایین بدن انجام بده و لیز خورده رفته توش. میگفتن ورزش لذت بخشه، منظورشون همین بود. اوه 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 اوه, اوه. چه جمله‌ای گفت. گیریز علی عاشقتم با این جمله. ایول. تیپیکال آموزش شنا در ایران. شنا بلد نیستی؟ الان بهت یاد میدم. پشت. پشت میندازن تو آب. دقیقا همین جوریه. من دیدم میدونم همین جوریه. مخصوصا پدرها شنا بلد نیستی میبرن 4 متری، میبرن جایی که عمیق باشه، تو رو مینداختن. چرا؟ هیچ وقت یادم نمیره. کلاس سوم بودم که رفتم کلاس. وقتی میترسیدم برم تو عمق زیاد، معلمه هلم داد تو آب. منم شوک شدم، دهنم باز شد، کلی آب استخ خوردم. از فرداش جوری گلوم عفونت کرد تا یه هفته خونه خوابیدم. خاک تو سرش کثافت. هر وقت یادش میفتم کلی نفنش میکنم. نباید آب استخر رو میخوردی. آب استخر رو نباید میخوردی. خیلی بد بود، خیلی کثیف بود. گلوتم عفونتی شد. شیت. دقیقاً اولین تجربه‌ام با شنا اینطوری بود. همه اینطوری بودیم دوست عزیز. بعد داشتم خفه می شدم زیر آب. بابام انگار نه انگار، چون بزرگوار معتقد مرد تو شرایط سخت بزرگ میشه. من فقط 11 سالم بود. اینا خوبه. بابام 2 تا پامو میگرفت، میرفتم زیر آب، میگفت سعی کن بیای روی آب. 2 تا پاشو بگیره بره زیر آب، چی بره روی آب؟ تنها بیمارستان مدرن و مجهزی که کرونا رو درمان میکنه. ایول راست میگه. دقیقاً
کمتر از چند ثانیه خوب میشده میومدی بیرون. یعنی میمردی میرفتی بیمارستان TGT، چند ثانیه خوب میشده میومدی بیرون. سر از تنت جدا شه اینجا پیوند میزنن. دقیقاً قشنگ با چشم خودم دیدم یه نفر آقای سیاه‌پوست رو توی جت جنگنده با موشک زدن ترکید، بعد تیکاشو آوردن این بیمارستان خوب شد. دقیقاً منطق این بازی اینجوری بود. تو اصلا بمیر، اگه زندت نکرد من گردن میگیرم. ای جان. تنها در 30 ثانیه درمان مرگم داشت. واقعا خیلی خوب بود. زخم خورده های کرونا اعلام حضور کنم. کرونا میتواند باعث کاهش اندازه مردان شود. خوبه دیگه، بهونه جدید پسرا جور شد. کرونا گرفتم اینقدری شده. فکر کن شب بخوابی صبح پاشی ببینی نصفش نیست. پسرا میگم چرا یهو افت کرد؟ راست میگه، خیلی افت کرد. ای روزگار تقصیر این چینی هاست. میخواست همه را اندازه خودشون کنن. دنیای کثافتی شده. من چیزم کوچیک نیست، فقط بیبی فیسه. جان بیبی فیس. دختره این توییت کرده که میگه حتی اینم منو یاد اکسم میندازه. بله این فوش بود یا چیز عاشقونه بود. کوچولوه این یاد اکست میندازه، خیلی کوچولو شد. این رید به اکسش. رید اکست شبیه موز بود. آره شبیه موز بود. اوه یه کاملا مطلب رو رسون. چرا موز خیسه؟ موز خیس بود. اون باستاب نور افتاده روی موز. داستان نکنین الکی. این منو یاد اکسم میندازه، بس که پاستوریزه بود. خوبه دیگه، اگه با این یادش میافتادی دیگه چی؟ خیار سالادیه، سالاد میخوردن با اکسشون. اینم منو یاد اکسم میندازه. شت. نامه‌ای به اکسم. من حتی موقع عدس پاک کردنم یادت میافتم. وای چه سمی بود. من دیدم داشت به جای باریک میکشید دیگه. کم کم ادامه پیدا میکرد، به جای باریک میکشید. کدوم روز خوش رنگ تره؟ کمک کنید، یه مهمونی مهم دعوتم. این همون داستانیه که من سر تو ویدیو فقط دخترها متوجه میشن، چیزایی که دخترها متوجه میشن گفتم. ببینید ما الان اینو یه رنگ میبینیم، قرمزه. خب ولی این قرمزه یه خورده روشنه، این قرمز تیره است. و ما پسرا فقط اینو یه رنگ میبینیم. خب الان ما چه انتظاری داری از ما مثلا این قرمز تیره تر، مثلا قرمز یه خورده مات تر رو با این تشخیص بدیم؟ اینا که دوتاش قرمزه، دیدی؟ پسره من کورم یا واقعا این دوتا فرق داره؟ فرق داره. آره داشت فرق داره. منم الان فهمیدم کور رنگی دارم، چون این دوتا یه رنگن ناموسن. من فکر کردم سرکاریه، ناموسن. فرقشون چیه؟ نه حضرت عباسی فرقشون چی؟ گفتم فرقشون یه خورده تون رنگی این مثلا پررنگتر و سمت تیره تر میخوره. هر چی پسر هست بنده خدا اومدن گفتن مگه اینا فرقی داره؟ این قرار بود یک کاپ کیک ساده باشه. چیه این؟ چیه اینطوری تزیین شده؟ چندش. چرا بچه ها ریختن تو کاپ کیک؟ پسر اینو میفهمن. البته دخترم دیگه الان میفهمن دیگه. همراه با سس کمر. کاپ کیکاتونو تو اتاق پسرها جا نذارید. وقتی برای تزیینش از دوست پسرت کمک. PS5 جدید خریدم. مبارک باشه داداش، ولی داره عکس میگیری مواظب سایه ها باش. سایه های خطرناک افتاده روی PS5 جدید. سایه مرحله پرداخت افتاده که. مرحله پرداخت راست میگه. شت. مبارکه، خیلی نزدیکه. منبع نور بزرگه افتاده. فقط ان شاءالله که مرحله خریدن زیاد درد نداشته باشه. چه قیمته؟ سایه قیمتش رو باکسش افتاده. اگه دقت کنی فرار کن، با چماق وایسادن بالا سرت ازت بدزدنش. مبارکت باشه، ولی اون سایه واسه چیه؟
اون روش پرداخته. وقتی میگه ایشالله سایه‌اش بالا سرد باشه. خب رفقا مرسی که تا اینجا ویدیو تماشا کردید. اگه دوست داشتید حتما دکمه لایک رو بزنید، حتما یه کامنت هم بذارید که انگلیسی باشه چه بهتر، بازدیدتون نمیریزه. و اگر چنل سابسکرایب ندید حتما چنل سابسکرایب کن، اون زنگولم بزن که هر موقع ویدیو میذارم با خبر بشی. تا ویدیوی بعدی بوس به همتون. پیکس.